چند وقت 4 تا محصول داشتیم که خیلی پرکاربرد بوده. یکی از اون محصولات سم سایپرمتره. خودتون میدونید خیلی روش تمرکز داشتیم چون فصل آفته و خیلی از گیاها آفت میزنه. سم سایپرمتین زدنش خیلی این روزا اهمیت داره بچه‌ها. سم سایپرمتین کرم و هزاپا و پشه ها رو به صورت کل از بین میبره. محصول بعدی انپیکای 12-12-36 چون پتاس داره و فصل گلدهی گیاهه. خیلی این کود رو با عنوان کود گلدهی میشناسن، یعنی شما میتونید این کود رو به گیاهاتون بدید گلای با کیفیت بده یا به گیاهای برگ زینتیتون بدید رشد ارزی کنه و چون پتاس داره گیاه رو در مقابل گرما مقاوم میکنه. محصول بعدی هم جلبک دریاییه. جلبک دریایی هم خیلیاتون عاشقشید. میتونم به جرئت بگم جز پرفروشترین محصولات همیشه ماهگلاست. جلبک دریایی باعث میشه برگ‌های گیاه ما پهن و زیبا بشه. محصول بعدی هم که کلسیومه. برگ‌های گیاهتون محکم میکنه و از افتادنش جلوگیری میکنه.